سلام علیکم دوستان عزیز. امروز روزی خوب است. روزی از روزهای هفته است. وقتی تماشا میکنین گویا کدام روز است. وقتی که من ویدیو رو بگذارم گویا کدام روز است. همه روزهای خوب است. لیکن وقتی که ویدیو تماشا میکنین روزی از روزهای هفته میباشد. روز هم روز برای ما روز خوب است و روزهای خوبی هم هفته میباشد که انسان هیچ گاه باید که با آدمهای چی میگن گنده سخنهای بد میگفتگی روبرو کشتیم باید که نغز ما گفته گذشته رفتن نکنه. آدمایی که ما رو میرنجونن اونها رو بگیم که روزتان بخیر باشد، برای کار برایتان گذشته ریم. با آدمای گنده گپزن، دشنام دهنده، حسدخور، بخیل، بی‌وجدان، چی میگن بی‌فراست نشسته دیر گپ زدن در کار نیست. آدمایی که دل آدم میرنجونن، سخنهای پست بلند گپ میزنن، دشنام میدهن، حسد میخورن، به چشم بد نگاه میکنن، تهمت میکنن. از این گونه انسان‌ها باید دویم خودمون دور گیریم با آنها. وقتی که دیدیم سلام علیک نظم باشد، چون که اینها به سبهای انسان تاثیر میکنند و انسان رفته رفته به بیماری‌های میرساند که توبت شدنش امر است محال. برای این از آدم‌هایی که چی میگن ضرر آور هستند، سخن‌های بد میگن، دل خراشانه یکی میرنجونن، طعنه میزنن، کینه میزنن، دشنام میدین، پس میزنن، گپای گذشته مشاوره در میکشن. مثل نمرفته سیم که خشتاورت قد چی بدی گندگی خود خشتاورت را قتل رسوندنیان. از این گونه انسان ها دور شدن در کاره. من انسانی که می نویسن سبشینی کو در عصبی من مثال بازی میکنن اینا زبلاکیرت میکنن. برای شما هم کسی که مثال سخنهای پس بلنگم میزند گپای خروش طعنه کینایه زبلاکیرت کنین، با اونها گپ نزنین. این راه حل است. اینا انسانی هستن که اوتیرامتی چه میگه که آدم نیستن که از این عالم نیستن. انسانی که انسانو میرنجونن اونها انسان از این عالم نیستن که عالم نیستن. معنیش اینه آدمای بیماری روحی گرفتار شدگی، یعنی اون مثل جین عاشق شدگی که شیطان قدی دوگانه انجورن در عصب انسان رسیدن میگیرن. آدمی سالمی 100% هیچ گاه در عصب انسان نمیرسه. و کسی کار نمیگیره، به کسی کار نمیشه. ولی از این گونه انسان ها دور بودن در کاره. آخر هم انسان ها با آدم ها چی میکنن؟ نیست میکنن و خلاص میشن. تو نیست نکن آدم خلاص نمیشه. اینا ما رو هم خیلی سنگو اون طرف خشتوار ما رو تحریک هستن، این طرف تماشاگرانی محترم زنده سلامت باشین. ما رو گپای پس بلند گپ دستین تانا کنایوی همون خشتوار بوده اینا دامون دستین تانا کنایوی آیا خلاص نشدیم؟ ولی خلاص نشدیم. خشتوار تانا کنایوشو در تانا کنایوی تماشاگرانم افدیدم در یوتیوب جون. در یوتیوب جونم تانا کنایوی هم میزده بسین. میندارم شما برای تانا کنایوتون برای گپای پس بلندتون. خداوند شما رو در حال حفظش نگاه دارد. کسایی که گپای پس بلند میزنین، کسایی که گپای خوشرو میزنین، گپای پس بلند میزنین، همه شما رو خداوند در پناه حفظش نگاه داره. خداوند شما رو این آدمای خوب کنه که از این گپای پس بلند زدن دست کشین. آدمای خوب شین. نگو گپ پس بلند نزنین. ننویسین گپای ناجوده. هیچ کس ندامد نه یکون بلاگری دیگه میاد قاینی که نداره بدین نکن. ننویسین هم به جای هم گپی بزیب یک ننویسین یکمش. یک دستاتون خورد گفتش گفت نویسین که آفرین، نویسین که به پیش. این گیجو میسته و گپای بزیب گیجو میسته. دستون خوری برای نوشتن که خواست که نویسین گپی خوشو نویسین، گپی زین نویسین. پیش خبرویه بر خودتون از آنالیز کنین. امروز شما چیکار کردین؟ امروز شما پیش از اون خب رفتن تا آدم یک روز افتاب نشستن چی کاری نیکی رو انجام دادین و چی کاری بدی رو انجام دادین؟ در همین یک روز شما چند بلاگ گرده گپای خوب نوشتین و چند بلاگ گرده گپای بیزیب نوشتین، ناجور نوشتین. خودتون یه بار آنالیز کنین پیش از خب رفتن دیگر انسان میشوین. من خودم خیلی 30 سال پیش آنالیز کردگی بودم. خب آنالیز کنین خودتون پیش از خواب رفتن چی سخنی خوب به کسی گفتین، کسی سخنی بد گفتین، در کدام بلاگر سخنی خوب نیستین، در کدام بلاگر سخنی خوب نیستین. لایک موندن و подписаться کانال و فراموش نکنین. ندارم از شما.